سلام. خبرهای رادیوی آزادی را از روز دوشنبه 11 ینور تقدیم میکنیم. گروهی از وکیلان مردمی در پارلمان پیشنهاد کرده است که به سرقانون تاجیکستان تغییر و ایلاوه‌ها وارد و این سند برای قبول در رایپرسی عمومی گذاشته شود. دفتر مطبوعات مجلس نمایندگان روز 11 ینور خبر داد که این پیشنهاد در جلسه شورای پالاتای پایانی پارلمان بررسی شده است. معلوم نیست وکیلان کدام بندهای قانون اساسی تاجیکستان را اصلاح کردنی هستند، ولی رسانه‌های داخلی و تحلیلگران حدس میزنند که احتمالاً منظور اصلاح بند 28 سرقانون است که تأسیس حزب‌های دینی را اجازت می‌دهد و هم مطابق سازی قانون پیشوای ملت به اساس‌های کانستیتوسیونی میباشد. بر اساس قانون در تاجیکستان هر گونه پیشنهاد برای اصلاح قانون اساسی و پیشبری آن بر رایپرسی باید 3 ماه قبل توسط مطبوعات به بررسی جامعه گذاشته شود. رهبر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان دعوت رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی به تهران را تنقید کرد و این عملکرد حکومت ایران را رفتاری دشمنانه خواند. خدایبردی خالقنظرزاده روز 11 ینور در نشست خبری در دوشنبه گفت دعوت محیدین کبیری که حزبش در تاجیکستان سازمان تروریستی اعلان شده است میتواند به مناسبات دوستانه تاجیکستان و ایران آسیب رساند. طوری که خود ایرانی ها اطلاع دادن گویا که او را به صفت مهمان دعوت کردند، لیکن آنچه که عمل شد این علاقه عملی خصمانه است نسبت به جمهوری تاجیکستان و عملهایی که شده ایستادند. من فکر میکنم که آنها مناسبت دو جانبه خوبی بین تاجیکستان و ایران را که همیشه ما در سطح خوب نگاه می داشتیم میتوانند خدشه‌دار کنند که این البته به نفع یگان تای ما نیست. مقامات ایران آخر ماه دکبر محیدین کبیری را به همایش با نام وحدت اسلامی به تهران دعوت کردند و اعتراض دولت تاجیکستان را برانگیختند. دادستانی تاجیکستان ماه سپتامبر سال گذشته بعد آشوب خونین عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع حزب نهضت اسلامی را به طرحریزی این اسیان متهم کرد. بعد این حزب را سازمان تروریستی نامیده فعالیتش را در تاجیکستان ممنوع کردند. مستона صابر و هنرپیشه 30 ساله تاجیک که هنگامی داربازی در سیرک دوشنبه به زمین سرازیر شد میگوید بعد معالجه دیگر باره به صحنه سیرک برمیگردد چون عاشق کسب خود است. مستона روز 11 ینور از بستر بیماری به رادیوی آزادی گفت با وجود افتادنش از بلندی 6-7 متر آسیب زیاد ندیده است، ولی طبیبان توصیه دادند که 1 هفته دیگر در شفاخانه بماند. من گفتم همش نظم میشد، من نصیحت سالی من انشالله 2-3 روز پس اگر من جواب چنگر رهبریت من همین هفته آینده خدا خود با کار میبرویم تماشبین سفید نشوند چگون نترسند. این خیلی این در همه کارها در راه روانم رفته غلطی دیدن میتوانید. مستона صابر و روز 10 ینور هنگامی داربازی در سیرک دوشنبه خطا کرده به زمین افتاد. او قبلا در انسمبل رقصی لاله کار میکرد و به قریبی برای کار به سیرک دولتی دعوت شد. مصاحبه کامل با او در وبسایت ozodi.org. مقامات رسمی میگویند شرکت‌های ҳавопаймоҳӣ قیمت بیلیت خطسیر کلوب مسکو را پایین آوردند. رهبران فرودگاه کلوب روز 11 ینور در نشست خبری در کلوب گفتند شرکت‌های روسی اورال ایر و سیبیر ایر قیمت بیلیت ها را که قبلا 600 سامانی بود تا 457 سامانی پایین آوردند. با گفته آنها قیمت پایین سبب آن شده است که مسافران از دیگر گوشه‌های تاجیکستان به کلوب بیایند و سپس به مسکو سفر کنند. وارزا ورزش وابسته به خدمترسانی خوب در مجموع همون مسافر معین میکنه که با تعریف فرودگاه کلوب را ویدشن. از فرودگاه کلوب هفته 2 مراتب هواپیماها به سمت مسکو پرواز میکنند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیوی آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفن های همراه.